доброволец ты чизи қикадеси مردا که میره خدمت میکنه نگو پرابلم نیست این همین قصاغره مردا که میره یا شیروی ملت هم باید برای خدمت کنه پراینا درست؟ دعوه بچم جو دعوه بچم الحمد لله الذي قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. به سوی پروردگار دعا میکنیم که خدای مهربان این عبادتی که الحال این جمعیت انجام میدهد خدایا این عبادت را قبول بگردانیم و خدایا آن اجر و آن پاداشی که در این عبادت است برای ادا کننده ها خدایا نصیب و روزی بگردانی و آن بندگانی که امروز از این عبادت خیلی مهم و خیلی ضرور و خیلی پراجر دور هستند خدایا برای اونها هم توفیق نصیب بگردانی که همیشه در پهلوی این بندگان تو این عبادت مهم را انجام دهند و خدایا عاقبت کار همه ما بندگانت را به خیر بگردانی جمیع طاعت و عبادت های من را خدایا قبول بسازی و محبت ذات خودت محبت حبیبت قرآن و اسلامت را در دل ما و در دل اهل عیال ما خدایا باز هم بیشتر جایگیر بگردانی و این دین اسلام را خدای مهربان در سراسر دنیا باز هم شرف و عزتش را بلند بگردانی ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار برحمتك یا ارحم الراحمین. برادران خیلی عزیز و خیلی گرامی، الحمدلله که باز ما و شما به این روزی سید، روزی بندگی خداوند باز روبرو شدیم و الحمدلله که قریب از 5 جمعه هم زیادتر در اطراف این ثواب زکات و وعیدی نسبت کسانی که زکات نمیدادند صحبت ها داشتیم و به شما وعده دادیم که این جمعه سوال های بیشماری که نزد من است جواب اونها را برای شما بگردانم. پیش از آنی که این سوال ها را من برای شما جواب گردانم، در آخر باز قید کردنی هستم که پروردگار در سوره بقره برای تمام بندگان خود اعلان میکند
إن الذين آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظیم. پروردگار میگوید آن کسانی که ایمان آوردند، آن کسانی که با وجود پروردگار ایمان آوردند و با این قناعت نکردند، در برابر این ایمان آوردگی 5 وقت نماز ادا کردند و از مال داشتهشان زکات دادند، پروردگار به اینها چی بشارت میدهد؟ لهم اجرهم عند ربهم. برای این گونه مؤمنهایی که 5 وقت نماز دارند و از مالشان زکات میدهند، یقین دارند که در نزد من برای اونها پاداش وجود دارد. برای این گونه جمعیت در نزد من اجر ذخیره شده ایستاده است. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این جمعیتی که 5 وقت نماز میخواند، این جمعیتی که از مال خود زکات میدهد، اینها هرگیز یگان ترس و حیبت در دلشان جایگیر نکنند و اینها غمگین نباشند که آخرت اینها آباد است. کسانی که در دنیا ایمان بر خدا میارند، 5 وقت نماز ادا میکنند، از مالی که الله برای اونها داده است زکات میدهند، الله میگوید اینها در نزد من پاداش دارند، اجر دارند. این بنده های هستند که دیگر نترسند و غمگین نباشند که چی قبر اینها چی قیامت اینها آباد است. خوش به حال همون مؤمن هایی که 5 وقت نماز در وقتش ادا میکنند. خوش به حال همون مسلمان ها و مؤمن هایی که از مال دادگی پروردگار زکات جدا میکنند. خوش به حالشون که الله برای اینها الله که بشارت داد که هیچ پروایی نکنند، نترسند، غمگین نباشند که اینها بندگان صالح هستند. اینا بندگانی هستند که الله بالای این طایفه روز قیامت رحم دارد و رحمت دارد. یکی از صحابه های گرامی پیغمبر خدا این حضرت معاذ بود، معاذ ابن جبل. حضرت در کتاب های حدیث حکایه میکنند که انصاری بود، از اهل مدینه بود، در سین 18 سالگی اسلام قبول کرده است. بسیار در نبردها، بسیار در جهادها در پهلوی حبیب خدا ایستاده، دفاع از اسلام و دفاع از حبیب خدا کردند. صاحب کتاب میگوید بسیار صاحب جمال بودند، بسیار جوانی زیبا بودند، بازم این زیباییش بسیار با حیا بودند و حلم نرمی داشتند و بسیار مردی سخی بودند. یکی از عالم های بودند، میگوید صاحب کتاب که در دوره های رسول اکرم عالم حلال حرامش میگفتند، حلال از حرام جدا میکرده است. بسیار یک عالم شناخته شده در بین امت های رسول اکرم بودند. خدا رحمت و مغفرتش کند، در سین 34 سالگی جان به حق تسلیم کردند. همین معاذ ابن جبل وقتی رسول اکرم فتح مکه کردند، مسلمان ها همه نصرت، همه ظفر، همه قوه و توانایی در دست مسلمان ها که افتید، حبیب خدا معاذ دعوت کرد نزد من بیا. گفت ابن عباس روایت میکند، حدیث متفق علیه است، بعث معاذا رضی الله عنه الى الیمن. حبیب خدا گفت یمن دولتی بود که حبیب خدا